جمعی به گروهی از خواهران و مادران بلوچ میشد. واقعا دردناکه. دختران بلوچ، اولا این عرض بکنم که با توجه به این که زنان در ایران نصف جمعیت کل جامعه رو تشکیل میدن و به اضافه این که ملیت‌های خارج از حاکمیت حدود 70% جمعیت رو تشکیل میدن، بنابراین کیفیت نهادینه شدن دموکراسی آینده ایران پس از جمهوری اسلامی واقعا بستگی داره به این که حقوق این دو گروه اجتماعی، حقوق این دو تا بخش تا چه اندازه و تا کجا تأمین شده باشه. برابری حقوق زن و مرد و برابری حقوقی همه مردمان ایران و ملیت‌های ایران که ایران رو تشکیل میدن. لذا در جامعه بلوچستان همتون در جریان هستید که عمدن و آمدن در طی این قرن اخیر عقب نگه داشته شده است. اسناد فراوان در این رابطه و میشه این رو ثابت کرد. یکی از مسائل بسیار مهمی که همکنون همه جا دارن میگن و این رو به عنوان یک نکته بسیار منفی مطرح میکنن، مسئله قبیله گرایی و طایفه گرایی در بلوچستان است و الان هم متاسفانه مسئله طالبانیزیشن است که با توجه به فشارهایی که از اطراف ملت بلوچ، از اطراف جامعه بلوچستان داره بهشون فشار میاد شکل گرفته. از اون طرف افغانستان حساب کنید یا از طرف خود جمهوری اسلامی شیعیسم رو حساب کنید یا از طرف پاکستان رو بخواید حساب بکنید به چه شکل دنبال نظام مصطفی است و هزاران معضلات دارن مردم اونجا و چه جامعه حتی بخشن اون بخش از کشورهای اون بخش از خلیج رو خدمت کنید. منظورم اینه که با توجه به همچین اوضاع احوالی مردم بلوچ در بلوچستان متاسفانه در مضیقن، در چنبره قرار گرفتن. اما با وجود این که زنان بلوچ هم از نظر فرهنگی اونجا تحت فشار بودند و هستند و هم از نظر اون قوانینی که در جمهوری اسلامی هست و در قانون اساسی هست تحت فشار بودند و هستند، با تمام این اوضاع احوال تونستن واقعا از خودشون خودی نشاندن تا اینجا که هممون شاهد بودیم و هستیم، برخلاف فشارهایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و داره، اما اولین فرمانداران و بخشداران زن در ایران از بلوچستان انتخاب شد و این نشانگر این هست که برخلاف این سختگیری‌های فراوانی که هست، زنان و دختران بلوچ واقعا دستشون در نکنه دارن در حق خودشون برای برابری حقوق و برای حرکت به جلو مبارزه میکنن که من بهشون درود میفرستم. دوستان همتون در جریان هستید که یک تجاوز گروهی شکل گرفت و متاسفانه این برنامه ریزی شده بود توسط صاحبان زر و زور همچنان که مطرح شده بوده و به شکلی این گروه تحت حمایت سپاه پاسداران بودند و هستند و گویا اینها همشون طرح‌ها و توطئه‌هایی است برای اینکه جوانان بلوچ رو تحت فشار و مضیقه قرار بدن، دستگیرشون کنن و تحت شکنجه‌های آنچنانی که فکر کنم هیچ کجای دنیا نشنیدن وادار به اعترافاتی بکنند که نکردن واقعا. پس از این که این تجاوز گروهی شکل گرفت و پس از این که خوشبختانه واقعا جای به نظر من قدردانی و تقدیر داره که خانواده‌های اون دختران مورد تجاوز قرار گرفته جرأت کردند و با شهامت این مسئله رو حتی به شکلی در روز عید رمضان در واقع میشه گفت که چند صد هزار نفر اونجا بودن، اجازه دادن که از طریق امام جمعه و از طریق کسی که برای اونجا به عنوان اقامت دهنده نماز عید فطر بود این رو مطرح کنه و حتی حاضر شدن تا جایی که برن شکایت کنن و این خلاف متاسفانه عرف و قوانینی که در بلوچستان هنوزم هست و این به این جهت میگم که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. جوانان بسیاری، زنان بسیاری در اعتراض به این مسئله رفتن و جلوی فرمانداری تظاهرات کردند. متاسفانه صاحبان زور که همیشه حامیان صاحبان زر هم بودند، به جای اینکه برن پیگیر این قضیه باشند، جوانان معترض رو دستگیر کردند که یکی از اون جوانان من فکر میکنم همه در سوشال میدیا ها شنیدید، آقای عبدالله بزرگزاده است که اخیراً هم پدرش رو بازداشت کردن میرفت اعتراض میکرد جلوی سپاه پاسداران سلمان ایرانشهر، هم برادر کوچیکش رو فکر میکنن تینیجر این رو هم گرفتن و بردن. علاوه بر اون
6 نفر دیگر را هم طبق اسامی که ما داریم گرفتند و تحت شکنجه و وادار به اعتراف آنچنانی کردند که اگر من قرار باشه که تمامش بکنم از اینا میشه دختر خانم واقعا تینیجر رو به اسم پریسا اسم گرفت، پریسا شین، محمد گاب، یاسر شین، عبدالحکیم میم و حتی یک نفر که به عنوان یک خواننده رپ بلوچ هست و مطرح است در بلوچستان که دردهای بلوچ رو با این شیوه بیان میکنه به اسم آقای شاه بلوچ. حالا اسم اصلیش کی هست من نمیدونم. حتی این رو هم پس از این که در حمایت این شجاعتی که انجام شد برای شکایت کردن و برای اعلان علنی این مسئله فضیح وضاحت‌بار این رو هم گرفتن دست شکنجه قرار دادن و هنوزم مشخص نیست. من تشکر میکنم که گوش دادید. صحبت نوبت میدم.